دیدگاه ما در مورد تشکیل حکومت موقت در تبعید. به نام خداوند جان و خرد. افغانستان در برهه اساس از تاریخ سیاسی، اجتماعی و نظامی خود قرار گرفته و چالش‌های بزرگ پیش روی خلق‌های این سرزمین قرار دارد. سرنوشتی که به نام توافق صلح دوحه با تحقق ناقص آن از خارج بر مردم افغانستان تحمیل شد، چیز جز شرمساری تاریخی، رنج و بدبختی به مردم ما به ارمغان نیاورده و با پیچیدگی‌های خاص همراه گشته است. جنایات و خشونت‌های بیرحمانه حاکمان خودخوانده کنونی از زمان غصب قدرت در شهرها، شهرستانها و روستاهای افغانستان با قتل، بازداشت‌های نظاممند، غارت اموال مردم، آپارتاید جنسیتی علیه زنان، تجاوز و ازدواج‌های اجباری به دست جوخه‌های طالبان امروزه تداوم دارد. این اقدامات وحشیانه نشانه‌های عملی یک نظام غیر مشروع، استبدادی، تک قومی و تک عقیدتی بنیادگراست که مانع تحقق عدالت و ترقی در داخل کشور و مایه بیزاری و تشویش در جامعه بین المللی شده است. چالش عمده که امروز در برابر مردم افغانستان، نهادهای سیاسی، اجتماعی و نیروهای مقاومت قرار دارد، رشد بنیادگرایی افراطی و استفاده نادرست از نهادهای آموزشی و دینی است. نتیجه این نحوه عملکرد تبدیل خاک افغانستان به مرکز بی‌ثباتی، حاکمیت نامشروع و تروریسم منطقه‌ای و جهانی خواهد بود. ایدئولوژی افراطی طالبان مبنی بر حفظ و تداوم قدرت از طریق خشونت و سرکوب در تقابل آشکار با حقوق بشر، آزادی بیان و انتخابات و تمامی ارزش‌های مشترک جهانی قرار دارد. امارت خودخوانده طالبان در داخل و خارج کشور از مشروعیت برخوردار نبوده و از اجرای میثاق‌های جهانی پذیرفته شده از جانب دولت‌های قبلی افغانستان می‌ورزد و با تحریف مفاهیم حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت مردم و نابودی تمامی بنیان‌های زندگی اجتماعی و سیاسی در افغانستان پرداختند. پیامد این نظام استبدادی مطلقه مهاجرت میلیون‌ها انسان این سرزمین به خارج از کشور و قرار گرفتن بالاتر از 70% باشندگان آن زیر خط فقر است. در این شرایط بحرانی برخی از دولت‌ها و نهادهای بین المللی با سیاست‌های دوگانه و تحت عناوین تعامل مثبت و عادی‌سازی روابط به نحو به این گروه مشروعیت قضایی بخشیدند. اما این تعامل نه تنها امنیت و ثبات افغانستان را به ارمغان نیاورده، بلکه این کشور را به کانون تروریسم و خشونت مبدل کرده است. طالبان از این تعاملات برای تحکیم قدرت خود استفاده ابزاری کرده و همچنان به اعمال هراس‌افکنانه خود ادامه می‌دهند. نحوه برخورد با نظام طالبانی از جانب برخی از دولت‌ها و نهادهای جهانی نمونه شکست اخلاقی این دولت‌ها و نهادهای بین المللی است، زیرا طالبان نه به همزیستی قانونمند و تفاهم متقابل تمایل دارند و نه هم به ارزش‌های جهانی حرمت می‌گذارند. آنها می‌دانند که انحلال امارت خودخوانده‌شان به منزله پایان موجودیت حاکمیت این گروه خواهد بود. در عرصه بین المللی، افغانستان به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی خود همچنان حیثیت میدان بازی قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای را دارد و طالبان به عنوان مزدوران نیابتی این بازی‌ها ایفای نقش می‌کنند. در داخل کشور، نظام کنونی در ذات خود یک سلطه مستبدانه سیاسی، دینی و قومی است که امنیت ظاهری آن بر پایه خشونت و سرکوب بنا شده است. در حقیقت هیچ گونه امنیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در این کشور وجود ندارد و رویدادهای خونین روزمره گواه این حقیقت تلخ می باشد. راه بیرون رفت از این وضعیت خطرناک بسیج نیروهای ملی برای گفتمان، تفاهم و اجماع جهت تشکیل یک حکومت موقت عبوری در تبعید
به مثابه حق مسلم مردم افغانستان است که بر اساس یک فرایند قابل قبول برای تمامی طیف‌های سیاسی و مدنی باشندگان افغانستان به وجود آید. برای ایجاد چنین ساختار ابتدا باید نیروهای ملیگرا و شخصیت‌های با اخلاق سیاسی شفاف سازماندهی شوند. تشکیل حکومت در تبعید نیازمند اتحاد سیاسی با نهادهای مختلف سیاسی و اجتماعی، نخبگان و شخصیت‌های سیاسی است. این گفتمان سیاسی یکی از مدنی‌ترین مسیرها برای تفاهم، همگرایی و اجماع وسیع میان مخالفان طالبان شمرده می شود و باید در صدر اولویت‌های هر سازمان سیاسی و اجتماعی قرار گیرد. به منظور دستیابی به این هدف ضروری است که گفتگوهای ملی و همکاری‌های مشترک بدون پیش شرط‌های قبلی، جاه طلبی‌های شخصی و سازمانی بر اساس ارزش‌های ملی و جهانی چون آزادی، حقوق بشر، دموکراسی و عدالت شکل گیرد. این گفتمان باید مبتنی بر واقعیت‌های قومی و سیاسی افغانستان باشد و شعارهای سیاسی واحدی که شرایط موجود را در نظر می‌گیرد انتخاب و در راه تحقق آن اقدام گردد. این حرکت باید نه تنها به تقویت وحدت نیروهای سیاسی همسو کمک کند، بلکه مسیر را برای رسیدن به اهداف مشترک باز نماید. برای تشکیل حکومت عبوری در تبعید گام‌های عملی و مهم باید برداشته شود. ایجاد یک گروه کاری با نمایندگان احزاب سیاسی، جبهه‌های مقاومت، نخبگان و شخصیت‌های ملی، زنان، روحانیون مبارز، روشنفکران و دیگر اقشار جامعه نخستین گام در این راستا است. این گروه باید زمینه گفتمان و اجماع ملی را فراهم کند و نیروهای سیاسی و اجتماعی را ترغیب نماید تا به این روند بپیوندند. اجماع ملی باید با تعریف اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت خود و ارائه یک نقشه راه به مردم افغانستان و جامعه جهانی اعلام وجود کند. همچنین باید از مجامع بین المللی نظیر سازمان ملل، اتحادیه اروپا، سازمان‌های حقوق بشری و دولت‌های جهانی درخواست همکاری و به رسمیت شناختن دولت عبوری در تبعید را مطرح نماید. برای گذار از شرایط فعلی و تشکیل دولت عبوری پیشنهادها و راهکارهای زیرین ارائه می شود. 1. تشکیل اجماع بزرگ ملی متشکل از نهادهای سیاسی، جامعه مدنی، نیروهای مقاومت، دولتمردان نیکنام و شخصیت‌های ملی و وطن دوست. نخستین اجلاس این اجماع در صورت امکان در داخل کشور و در غیر آن در یک از کشورهایی که در حمایت از حاکمیت قانون و دموکراسی در افغانستان قرار دارد برگزار شود. 2. رئیس، معاونان و اعضای حکومت عبوری توسط نخستین گرد همایی اعضای اجماع ملی بر بنیاد انتخابات سری، مستقیم و آزاد انتخاب می شوند. البته در این اجماع روی تشکیل نهادهای تمرکز خواهد شد که کارایی یک حکومت عبوری را ضمانت کرده بتواند و از تورم تشکیلاتی جلوگیری کند. 3. اهداف و برنامه‌های حکومت عبوری از طریق رسانه‌ها به مردم افغانستان و جهان ابلاغ گردد. 4. جلب همکاری کشورهای نزدیک و دور برای فراهم آوری زمینه فعالیت حکومت عبوری. 5. تشریک مساعی حکومت عبوری و جامعه جهانی برای سرکوب و اخراج نیروهای تروریستی خارجی از افغانستان. 6. تقاضا از شورای امنیت سازمان ملل برای استقرار نیروهای حافظ صلح در افغانستان تا زمان ایجاد نهادهای قانونمند قدرت دولتی و خلع صلاح عمومی. 7. حکومت موقت در تبعید افغانستان پس از تشکیل با مساعدت شرایط در یکی از مناطق امن داخل کشور مستقر گردد. امنیت حکومت عبوری از جانب نظامیان پیشین، مقاومتگران، مخالفان طالبان و خیزش‌های مردمی با حمایت سازمان ملل متحد تأمین شود. 8.
تدوین قانون اساسی و قانون انتخابات توسط حکومت عبوری و برگزاری انتخابات آزاد و شفاف با کمک سازمان ملل. 9. تضمین بی‌طرفی افغانستان در قانون اساسی و ضمانت حفظ حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشور توسط شورای امنیت ملی سازمان ملل متحد. 10. لغو تمامی توافقات و قراردادهای امارت خودخوانده طالبان با دولت‌ها و شرکت‌ها. 11. سازماندهی کمک‌های بشردوستانه بین المللی از طریق حکومت عبوری یا دولت موقت. هدف نهایی این حکومت دفاع از حاکمیت ملی و ایجاد یک نظام سیاسی قانونمدار و شهروند محور است که در آن نمایندگی عادلانه تمام اقوام کشور به طور عمودی و افقی در بدنه قدرت تمثیل شده بتواند. طالبان نه نماینده حاکمیت ملی هستند و نه حافظ استقلال و آزادی افغانستان، بلکه این گروه با گروگان گرفتن سرنوشت مردم آینده کشور را به خطر انداختند. لذا تشکیل دولت عبوری در تبعید یکی از گزینه‌های ضروری برای شکستن و نابودی امارت استبدادی طالبان و احیای افغانستان آزاد و دموکراتیک است. هموطنان عدالت باور، ما چنانه که به انحصار قدرت باور نداریم، انحصار تفکر را نیز مردود می‌دانیم. بیایید با هم یک جا برای نجات مادر وطن و مردم ستم دیده ایمان بیاندیشیم و حرکت کنیم. با عرض حرمت، شورای ائتلاف نیروهای ملی و دموکرات افغانستان 25 میزان 1403 خورشیدی مطابق 16 اکتبر 2024 میلادی.